سلام به همگی، من ستارم. اینجا کانال یوتیوب منه. امروز قراره که با هم دیگه این سوپ سالم و ساده و فوری رو با یه رسیپی ترکی با هم دیگه درست کنیم. این سوپ اسمش دالادسته. با من همراه باشین. خب بریم برای درست کردنش. یه دونه پیاز متوسط و نگینی خورد میکنیم. بعد از اینکه پیازامون رو نگینی خورد کردیم، یه کره 50 گرمی رو توی قابلممون میریزیم. درسته سوپ غذا نیست، ولی این سوپ هم خیلی خوشمزه است، هم که خیلی زود آماده میشه. خب بعد از اینکه پیازامون طلایی شدن، موقع اضافه کردن نمک و زردچوبه است. نمک به مقدار لازم، زردچوبه هم به مقدار لازم. دو قاشق غذاخوری آرد به موادمون اضافه میکنیم. یکم موادمون رو تفت میدیم. بعد از اینکه موادمون رو تفت دادیم، میریم سراغ رب. دو قاشق غذاخوری رب رو به موادمون اضافه میکنیم. و بازم تفت میدیم. خب بریم سراغ دالادستامون. دالادستایی که چند بار از قبل شستیم رو به موادمون اضافه میکنیم. حالا یه مقدار آب میریزیم تا دالادستامون بپزه. حواستون باشه که دالادست خیلی زود میپزه.
خب زیر گاز رو کم میکنیم و در قابلمه رو میذاریم تا بپزه. خب بعد از نیم ساعت تا 45 دقیقه زیر گاز رو خاموش میکنیم و سوپمون رو با گوشت برقی میکس میکنیم. قبل از اینکه سوپمون آماده بشه براش نعنا داغ درست میکنیم، روغن رو میریزیم و بعدش نعنامون رو میریزیم. خب بعد از اینکه سوپتون رو میکس کردین تو ظرف مورد نظرتون میریزین و بعدش نعنا داغ. نوش جونتون.